سلام به رو ماهتون. خیلی خوش اومدین به کلاس من. یک چند دقیقه صبر کنیم که به کلاس اضافه بشید. سلام 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 به رو ماهتون. بچه به میگین صدا چطوره؟ صدا اوکیه؟ سلام. خیلی هم عالی. تا شما اضافه میشین و میگین که صدا چطوره، من دوباره آدرس کانال یوتیوب و سایتم رو می نویسم. یوتیوب پیلاتس بای MZF. سایت هم www.mzfsport.com. میتونید دوره های ضبط شده رو با بهترین کیفیت از روی سایت تهیه کنین. لایو ها رو هم بچه سیو شده شو روی یوتیوب، بقیه جلسات رو هم میتونید تماشا بکنید. امیدوارم از این تمرین لذت ببرید. بچه برای دوستاتون بفرستید. سلام به رو ماهتون بچه. برای دوستاتون بفرستین که اونا هم استفاده بکنند از این تمرینا. خب اینو بهتون بگم که تمرین امروز بچه با یه جفت دمبل سبکه. میتونید از یه بطری آب معدنی کوچیک استفاده بکنید، از قوطی کنسرو استفاده بکنید اگر دمبل ندارید. اگر که مشکل دست و گردن دارید پیشنهاد میکنم که اصلا از دمبل استفاده نکنین. اصلا استفاده نکنید تا کم کم عضلاتتون تقویت بشه، با دمبل مشکلی نداشته باشین. خب امروز گرم کردن و از حالت دراز کشیده شروع کنیم. رو پشتمون دراز بکشیم، دستامون کنار بدنه، کمرت و لگن تو حالت طبیعی، زانواتو ببر سمت راست و چپ، دم بازدم. 1 2 دم بازدم. 3 دم بازدم. 4 5 و 5. مرسی. کمر و لگن تو حالت طبیعی. پای راستمو میارم بالا، زانوی ذره شله. شروع کنیم به پوینت و فلکس کردن. مچ پاتو خوب حرکت بده. 2 دم بازدم. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. پامو همینجا نگه میدارم، درجا به سمت بیرون و به سمت داخل میچرخونم. 1 2 3 4 5. بچه دایره نیستا، چرخش ران از استخون از مفصل لگنتونه. و 10. عالیه. میریم سراغ پای چپ. پای چپ بالا. شروع کن پوینت و فلکس. 1 2. بچه هدفم حرکت مچ پا هست، نه انگشتای پاتون. دم بازدم. 6 7 8 9 و 10. از ران میچرخونیم. 1 2 3. نفس عمیق. 4 8 9 و عالیه. 10. خیلی خوبه. پا رو میذارین زمین. اگه کمرتون درد میکنه بچه دستاتون رو بذارید زیر لگن به شکل لوزی درست میکنی، میذارید زیر لگن. بچه تو گودی کمرتون نذارید، زیر لگن. کمرتو ثابت نگه میداری، بالا پایین نشه. کمر درد یا زانوی ذره شل. کمر درد نداری صاف. پاتو فلکس کن، صاف میره پایین. پوینت بالا، دم فلکس پایین، بازدم. بدنم ثابته، گودی کمرم ثابته. 2 3 دم بازدم. 4 5 دم بازدم. 6 دم بازدم. 7 8 دم
بازدم 9 و آخری مرسی 10. میریم برای پای چپ. پای چپ بالا پایین بازدم 2 دم بالا پایین بازدم 3 پوینت فلکس 4 دم بازدم 5 6 7 8 دم بازدم 9 و آخری دم بازدم 10. مرسی. فاصله پاهاتو به عرض لگنت نگه دار. اونایی که مشکل دست و گردن دارید، مشکل سیاتیکتون زیاده، دستاتو به زمین فشار میدی، لگنتو رول میکنی میبری بالا، آروم دوباره مهراتو میچینی رو زمین. مشکل دست و گردن، مشکل سیاتیک نداری، دستا بالا، دم میگیریم با بازدم. لگنت رو رول کن ببر بالا، دستا نیم دایره میزنه میره زیر لگن. 1 دم بازدم 2 3 دم بازدم 4 5 دم بازدم 6 دم بازدم 7 8 9 و آخری دم بازدم 10. فوق‌العاده است. خیلی خوبه. حالا به پهلو دراز میکشی، دستتو میذاری زیر سرت، پای زیری خم، پای روی صاف، بدنت کشیده است، فاصله بدنت رو با زمین حفظ کن، پا صاف میره بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالیه. پای روی تو موازی زمین نگه دار، پای زیری رو صاف کن، پای زیری رو بلند کن. 1 2 3 4 5 6 با حوصله، بدن تکون نمیخوره، شونت تو گوشت نمیره. 8 9 و 10. عالیه. زانو خم. خوبه. روی همین پهلو زانوها خم، پاشنه تو راستای بدن، با دست بالا دور خودت دایره بکش. 1 دم بازدم 2 3 4 دم بازدم 5 دم بازدم 6 7 دم بازدم 8 9 و آخری دم بازدم 10. عالیه. پهلو رو عوض کنیم، میریم پهلوی بعدی. دست زیر سر، شکم داخل، پای زیری خم، پای روی صاف، پا صاف میره بالا، شونم ریلکسه. 1 2 3. بچه پامو پرتاب نمی کنم، دارم با کنترل میبرم بالا و میارم پایین. 6 7 8 9 و 10. عالیه. پای بالا موازی زمین، پای زیری بلند میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و عالیه. 10. زانوها خم، شکم اکتیو، با دستم دور خودم دایره میکشم، چرخش شونه کتف بالا تنه رو حس میکنی. 2 با دست زیری دارم وزن سرم رو کنترل میکنم. 3 دم بازدم 4 5 6 دم بازدم 7 دم بازدم 8 9 و آخری دم بازدم 10.
عالیه. میریم تو حالت 4 دست و پا. اونایی که زانو دردین تو حالت ایستاده مثل جلسات قبلی دستاتو میذاری کفی صندلی و تمرین رو اینجا انجام میدی. بقیه میریم تو حالت 4 دست و پا. بچه‌ها میتونید دستتون کف صندلی یا رو دیوارم باشه، شیبتون کمتر میشه. میریم گربه. زانوها درستی رو استخون لگن قفسه سینه‌تو باز میکنی، دم پشت گرد میشه، به زانوات نگاه میکنی، بازدم. 2 3 4 5 دم بازدم. 6 7 8 9 و آخری دم بازدم 10. عالیه. پشتمون رو صاف نگه میداریم، قفسه سینه‌ام صافه، شکمم کاملا اکتیوه. دست و پای مخالفت رو صاف کن. نوک انگشت دستم و پاهام رو زمین ثابته، فقط بلندش کن. 1 سعی کن کمرت گود نشه. 2 لگنت ثابته. 3 4 5 6 7 8 9 و عالیه. 10. دست و پا رو عوض کنیم. 10 بازدم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و عالیه. 1. میریم تو حالت شل استرچ. اگه ایستاده هستی شونهاتو بچرخون و ریلکس کن. عالیه. خب بچه‌ها میخوایم از جامون بلند شیم تو حالت ایستاده. از دمبلمون میخوایم استفاده کنیم. اگر دمبل نداری میتونی از یه جفت بطری آب استفاده بکنی و یا یه جفت قوطی کنسروی چیزی استفاده بکنی. اگه مشکل دست و گردن داری یا زانو و کمرت آسیب داره بهتره که بدون دمبل انجام بدی. میخوام یه پاتو بذاری جلو، یه پاتو بذاری عقب. پای پشتی کاملا روی پنجه است. بدنم از سر تا پاشنه پام توی خط صافه. اینجوری کمرمو گود نکردم. از سر تا پاشنه پام توی خط، پاشنه پشتی کاملا بالاست. بدنم کشیده است. میخوام آروم جفت زانوهامون رو خم کنیم، یه ذره خم و صاف. اگه زانو دردین بچه‌ها بدون دمبل دستاتو تکیه میدی به صندلی، به پشتی صندلی. از صندلی به عنوان تکیهگاه استفاده میکنی. جفت زانوها خم و صاف، خم و صاف. بچه‌ها کمرتون رو تکون ندید لطفاً. فقط به زانوات فکر کن. جفت زانو خم و صاف با حوصله. اونایی که مشکل آسیب نداری، زانو کمر دست آسیب نداری، داری از دمبلت استفاده میکنی، میریم پایین. دم اومدی بالا، دمبلا رو صاف میاری تا سرشونه بالا. بازدم. 1 2 3 4 5 دم بازدم. 6 اگه دست و گردنت، زانوت، کمرت آسیب داره با دست خالی انجام بده، آروم با کنترل. 7 8 زانو دردین بچه کم، یک کوچولو زانواتو خم کن بعد صافش کن. 9 دم بازدم و 10. عالیه. جای پامونو عوض کنیم، از رو به رو انجام بدم. یه پا جلو، یه پا عقب. فاصله پاهام به عرضشون هست، اینجوری زانوامو به سمت داخل نمیبرم. فاصله زانواتو حفظ میکنی. دم بازدم. 10 9 دم بازدم. 8 دم بازدم. 7 6 دم بازدم. 5 بدن ثابت. 6 شکم اکتیو. ببخشید. 4 3 2
دستام هم پرتاب نمی کنم با کنترل کامل. و یه استراحت کوچیک. خیلی خوبه. خب حالا بچه ها میخوام برای اونایی که اول مشکل کمر و مخصوصا اونایی که مشکل کمر دارن توضیح بدم. دستتون رو میچسبونید به دیوار، شکمت کاملا داخله، دستتو یه ذره بیشتر از عرض شونه‌هات میچسبونی به دیوار. لگنتو هل میدی عقب. پشت پا یک کشش ملایم حس میکنی، زانوات شل، قفل نیست، یه ذره شل. بچه‌ها انگار میخوای لگنتو بچسبونی به دیوار پشت سرت و برگردی با کنترل بیای بالا. تمام مدت پشتم صافه. فرض کنید پشتتون رو یه تخته وصل کردن، نمیتونید قوز کنید، نمیتونی کمرتو گود کنی. خیلی مهمه. اونایی که مشکل کمر ندارید، آمادگی بدنیتون بیشتره، دمبلاتو روی پاهات میخوام سر بدی. فاصله پات به عرض شونه است. پنجادی حدود 5 تا 10 درجه چرخیده به سمت بیرون. عالیه. لگنمون رو هل میدیم عقب. دمبل رو سر میدم رو پام به سمت زانو. اینجا دمبل رو میکشی بالا پایین و برمیگردی. 1 2 دم باز دم 3 دم باز دم 4 5 دم باز دم 6 دم باز دم 7 دم باز دم 8 دم باز دم 9 دم باز دم و 10. عالیه. اگه آب نیاز دارین یه ذره آب بخورین، چون میخوایم تمرین رو یه بار دیگه تکرار بکنیم این دوتا تمرین رو. پس یه پامون جلو بود، یه پامون عقب. میخوایم از اون تمرین شروع بکنیم. اگه آب نیاز داری یه ذره آب بخور، زود به ما ملحق بشو. پای پشتی کاملا پاشنه بالاست، کمرم گود نیست، بدنم از سر تا پاشنه پام توی خط صافه. این دفعه وقتی رفتیم پایین، اونایی که مشکل کمر، زانو، گردن دارید، دستتون رو تکیه دادید به پشتی صندلی یا به دیواری جایی تکیه دادید. بقیه دمبل تو دستتونه. جفت زانو تا جایی که به زانوت فشار نمیاد. زانو درد خیلی خیلی کم. مشکل زانو نداری، میری پایین تر. اومدیم بالا، دستا از پهلو باز میشه. 1 پایین دم بالا باز دم. 2 دمبلا رو پرتاب نمی کنم با کنترل. 3 4 دم باز دم 5 دم باز دم 6 7 8 9 دم باز دم. مرسی. 10. برو عوض کنیم. قفسه سینت صاف، بدنت کشیده، شکم اکتیو. دم باز دم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و آخری 10. مرسی. فوق‌العاده است. خیلی خوب. دوباره فاصله پا به عرض شونه، شکم تو، قفسه سینت صاف. بچه‌ها سرتون رو پایین نمیندازید، یا موقعی که رفتی پایین گردن تو اینجوری نگه ندار. سر تو راستای مهره و حرکت میکنه. بریم بچه‌ها. دم باز دم. 1 2 دم باز دم. 3 شکم اکتیو. 4 وزنم رو پاشنه پاهامه. 5 6 7 8 9 و آخری دم باز دم و 10. عالیه. اگه آب نیاز دارین یه ذره آب بخورید و
ریلکس کنین. مرسی. حالا بچه برای تمرین بعدی به کش احتیاج داریم، کش بلند. اگر کش نداشتین هم اشکالی نداره، بدون کش انجامش بدین، هیچ مشکلی نیست. اگر که کمر دردی، تازه تمرینات تو شروع کردی، اصلا بهتره که از کش استفاده نکنید. خب حالا کشمون رو میندازیم کف پای راست تا شما یه استراحتی میکنیم و تمرین رو براتون توضیح بدم. یه ضرب در میزنم کشمو، قفسه سینم صافه، شکمم کاملا داخله. اونایی که مشکل دست و گردنشون زیاده، مشکل کمرشون زیاده، چه با کش چه بدون کش، بچه اونایی که کمر دردین، تازه تمرین شروع کردین، بدون کش انجام بدین. لبه های کشو گرفتی میچسبونی به دیوار درست جلوی شونت. اینکه چقدر نسبت به دیوار شیب بگیری بستگی به خودت داره که بتونی شکم و عضلات کورتو کنترل کنی. اگر که میتونی بدنتو توی خط صاف نگه داری، برو عقب‌تر رو پنجه وایسا، یه ذره بدن شیب بگیره. اما بدنتو باید بتونی این خطکش صاف و کشیده نگه داری. حالا وقتی تعادلتو پیدا کردی، دستتو چسبونی به دیوار، زانوتو آروم 90 درجه میاری بالا، صاف هل میدی میره عقب. دم باز دم. حالا اونایی که آمادگی بدنشون بیشتره، همین کارو میخوام بریم تو حالت پلانک انجام بدیم. مثلا اونایی که مشکل دست و گردن ندارید، مشکل کمر حادی نداری، میریم تو حالت پلانک. اگه مچ دستتون مشکل داره، کیست مچ دست داری، روی مشتت انجام میدیم. میریم تو حالت پلانک، شکم تو، اجازه نمیدی کمرت گود بشه، بدن کشیده، دم باز دم. 1 2 3 4 5 6 7 دم باز دم. 8 9 و 10. عالیه. زانوهاتو آروم بذار پایین. جای کشو توی پامون عوض کنیم. بریم برای همین کار رو برای پای بعدی انجام بدیم. بچه ها هر جا هم خسته شدی، احساس کردی دیگه توان نداری، حتما استراحت کن. هیچ احتیاجی به این نیستش که قهرمان بازی در بیاریم و قرار نیست اینجا به کسی هم مدال بدن. خب پس سعی کنید که فرم حرکتتون رو زیبا انجام بدین. به صدای بدنت گوش بدی، چیزی که داره اذیتت میکنه عجیب غریبه، یه ذره استراحت کن، دوباره انجامش بده. نه سوسول بازی، نه قهرمان بازی. اینو یادتون باشه، اینو از من یادتون باشه. شکم تو، بریم تو حالت پلانک. دم باز دم. 1 2 3 4 5 دم باز دم. 6 7 8 9 و عالیه. 10. زانوها رو زمین. اگه زانو درد نداری بریم چل استریچ. زانو دردی استراحت کن، ایستاده، شونهاتو بچرخون یا روی لگنت بشین. مرسی. خب حالا بچه ها اونایی که مشکل دست و گردن زیادی دارید، کشمون رو میذاریم کنار. میخوایم دستات چسبوده باشه به دیوار، دم بگیریم رو پنجه. با بازدم لگنت رو هل میدی عقب. یه بار پای راستتو میبری عقب، برمیگردی صاف. یه بار پای چپ. پس بچه ها یه بار با پای راست میریم بدنمون رو موازی زمین میکنیم، یه بار با پای چپ. میتونی رو پنجه بایستی و این کار رو انجام بدی. چیزی که مهمه اینه که راستای بدنت صاف و کشیده باشه، قوز نکنی. خب یه مثالشو بزنم، این کار رو نکنین. خب بدن کشیده و صاف. حالا اونایی که مشکل دست و گردن ندارین، بریم تو حالت پلانک. گودی کمرت پر، میریم بالا تو حالت کوه و دوباره برمیگردی پلانک. یه بار با پای راست، یه بار با پای چپ. 2 3 نفس. 3 4 5 نفس. 5 دم بازدم. 6 7 دم بازدم. 8
دم. اینکه چقدر میتونی پاتو ببری بالا بستگی به انعطافت داره. عجله نکن، به دست و گردنت بیش از حد فشار نیار. و آخری عالیه. زانواتو میذاری پایین، میریم شل استرچ. اگه زانو دردی رو پشت دراز بکش، پاتو بغل کن. یه نفسی بگیریم، یه استراحت کوچیک. خیلی خوبه. خب یه بار دیگه بچه‌ها میخوایم تمرینی که با کش انجام دادیم تو حالت پلانک رو انجامش بدیم. اونایی که مشکل دست و گردن و کمرتون زیاده تو حالت ایستاده، بقیه از کش کف پای راستتون استفاده کنید. خب بریم تو حالت پلانک. بچه‌ها بقیه تمرینات رو همه رو روی یوتیوب میتونید تماشا بکنید. بقیه جلسات اونجا کامل هست، میتونین استفاده کنین. خیلی خوب. بریم تو حالت پلانک. شکمت کاملا داخله. اونایی که مچ دستتون مثل من مشکل داره، کیسه مچ دست دارید، میتونید رو مچتون باشید. میریم تو حالت پلانک. قفسه سینه صاف، کمرت گود نشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و عالیه 10. عالی. جای پا رو عوض کنیم. میریم برای پای بعدی. کشو میندازیم کف پا، ضرب در بزنیم. بریم تو حالت پلانک. قفسه سینه‌ت صاف، شکمت تو، گودی کمر پر. اونایی که مشکل دست و گردن دارین تو حالت ایستاده، دم باز دم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. عالیه. بریم شل استرچ یا سجده. اونایی که ایستاده هستین شونه‌هاتون رو بچرخونید، ریلکس کنین. فوق العاده است. دوباره میخوایم بریم برای کوه، حرکت کوه. 3 پایه. اونایی که مشکل دست و گردنتون زیاده تو حالت ایستاده انجامش میدین. دست درست زیرشون است. دست درست زیرشون است. شکم کاملا داخله. میریم تو حالت پلانک. نفس 10 9 نفس بکش 8 دم باز دم 7 6 5 دم باز دم 4 3 2 دم بازدم. مرسی. 1. انگشتامون رو میذاریم رو شونه ها. ایستاده هستی شونه هاتو بچرخون و بعد میخوایم رو پشتمون دراز بکشیم. بازم از دمبلامون استفاده میکنیم. اگر گردن دردی، آسیب دست و گردن داری، از دمبل استفاده نمیکنی، مشکل کمرت زیاده، از دمبل استفاده نمیکنی، به این شکل رو پشتمون دراز میکشیم. دمبلا رو میگیری دستت، آرنجات لبه های مت رو لمس میکنه. وسط مت دراز کشیدی، آرنجات لبه های مت رو لمس میکنه. قفسه سینه صاف، کف دستات رو به جلو. فاصله پاهامو به عرض شونه نگه داشتم. دم میگیرم با بازدم. لگن رول میشه میره بالا، داره میاد پایین. دمبلا رو هل میدم به سمت سقف. دم بازدم. 2 3 4 دم بازدم. 5 سرتون رو صاف بذارید. 6 7 بچه بعضی ها برای زیر سرشون
نیاز به یه حوله دارن، یعنی حوله رو چندا کنن بذارن زیر سرشون. اگه احساس میکنید سر رو میذارید زمین، مثلا اونایی که یه ذره پشتشون قوز شده، سرتون آویزونه، یعنی احساس میکنید دارین بالای سرتون رو نگاه میکنید، شما باید حوله رو چندا کنید و بذارید زیر سرتون. دوتای دیگه و عالیه، خیلی خوبه. بچه دمبلا رو میتونید با آمادگی بدنیتون خودتون تنظیم کنید. اگه دمبلتون سبکه میتونید سنگین ترش کنید. خب بریم دوباره تو حالت 4 دست پا. بچه میخوایم پوشاپ انجام بدیم. پوشاپ مرحله 1 برای اونایی که زانو درد نیستید، تو حالت 4 دست و پاس، فاصله دستان به عرض مته، یه مثلث بزرگ بین دستات تصور کن. زمانی آرنجتو خم میکنی که انگار میخوای، جوری آرنجتو خم میکنی که انگار میخوای پیشونی تو برسونی به رأس مثلث و هولش بدی بیاد بالا. رأس مثلث هول میدی میاد بالا. اونایی که آمادگی بدنیتون بیشتره، زانوهاتو میذاری عقب‌تر، از زانو تا سینه توی یه خط. میتونی از حالت دراز کشیده شروع کنی، دستاتو تنظیم کنی، دم بگی با بازدم کل بدنت از سینه تا زانو رو کلن با هم بکن. دیگه میری پایین و میای بالا. آمادگی بدنیت بازم بیشتره، میری پوشاپ کامل رو پنجه. اونایی که آسیب دست و گردنتون زیاده یا زانوتون نمیتونی رو زمین بذاری، باید ایستاده جلوی دیوار تمرین تو انجام بدی. دستا بیشتر از عرضشونه بازه، به دیوار نزدیک میشی و دور میشی. بچه آرنجتون زیر خطشونه، این بالا نباشه. خب آرنج زیر خطشونه، هول میدی خم و صاف. پس هر کی تو ورژن خودش، ایستاده 4 دست و پا سوئدی یا پوشاپ کامل. بریم تو پوزیشن مناسب خودمون، شکم داخله. برو که بریم. نفس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. زانواتو میذاری پایین. یه شل استرچ. اگه زانو دردی بشین، شونهاتو بچرخون و ریلکس کن. انگشتاتو میذاری رو شونهات و ریلکس. عالیه. دوباره بچه‌ها میخوایم رو پشتمون دراز بکشیم. این 2 تا تمرین رو انجام بدیم. رو پشت دراز بکش، دمبلاتو بگیر دستت، آرنجات لبه های مت رو لمس میکنه، فاصله پاهات به عرض شونه است، شکم کاملا داخله. دم میگیریم، بازدم، 1 دم، بازدم، 2 با حوصله، نفس، 3 دم، بازدم، 4 5 دم، بازدم، 6 دم، بازدم، 7 8 9 و 10. عالیه. خیلی خوب. دمبل بذاریم کنار. میریم برای ست دوم پوشاپمون. هر کی تو هر حالتی که براش مناسب بود تمرین رو انجام میده. شکم کاملا داخله. بریم بچه ها. نفس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و مرسی. 1. میریم سجده. استراحت. انگشتاتو میذاری رو شونهات و استراحت میکنین. بچه یه ذره آب بخورین و استراحت کنین. خب حالا بچه میخوایم بریم تو حالت ایستاده. از کشمون استفاده کنیم. بچه اگر کش ندارید میتونید از یه شال استفاده کنید، اما چون شال کش نمیاد باید نیروی دستتون رو در حدی تنظیم کنید که دستتون راحت بره پایین و بیاد بالا. جوری نشه که به سرشونتون خیلی فشار بیاد، یا اینکه اصلا با دست خالی انجامش بدین. حالا میتونی از کشت استفاده بکنی. من برای اینکه
فشار یعنی شدت تمرینم بیشتر کنم کشمو دولا کردم. شما میتونید تکلا باشه، فاصله پاها به عرض شونه است، دستاتو بیار بالا به سمت سقف، کتف و شونه هات پایینه، دم میگیری با بازدم، کشو میکشی پشت شونه ها، میریم رو پنجه، آروم و با کنترل برش میگردونیم. 2 اگه مشکل دست و گردن داری یا دستت عقب نمیره، از روبروی صورتت میاری توی سینه باشه. بریم بچه ها، دم بازدم، 2 3 4 دم بازدم، 5 دم بازدم، 6 دم بازدم، 7 8 دم بازدم، 9 و آخری دم بازدم، 10. عالیه. دستا پایین، شونه هات رو ریلکس کن، استراحت. خیلی خوبه. خب حالا بچه ها من تمرین رو بهتون نشون میدم. اونایی که مشکل دست و گردنتون زیاده، بچه ها میتونید بدون کش انجام بدی با دست خالی. میخوام روی زانوهات قرار بگیری. اگه زانو دردی بهت میگم ایستاده چطور انجامش بدی. پای چپتو، پای مخالفتو صاف کن. دست چپمو گذاشتم روی کش، پای راستم صافه، قفسه سینم صاف. از اینجا دم میگیرم، با بازدم دستمو صاف میبرم عقب، دم و بازدم. بچه شونتون تو گوش نباشه، شونه از گوش دور، یا حتی میتونی پاتو بالا هم نگه داری. اونایی که آمادگی بدنیتون بیشتره بچه ها، مخصوصا اونایی که مشکل دست و گردن ندارین، میخوام پای زیری رو صاف کنی، دم و بازدم این تمرین رو انجام بدی. اگر که مشکل دست و گردنتون زیاده، زانوت هم درد میکنه، باید دستتو بچسبونی به دیوار. از اینجا دم بازدم، دستتو صاف ببری به سمت عقب. پس هر کس پوزیشن خودش رو پیدا کنه، نگه داره، چه روی زانو باشی، چه پات بالاست، چه کنار دیوار، چه تو حالت پلانک پهلو. 1 2 نفس، 3 از جلوی شونم میبرم عقب، 4 دم بازدم، 5 6 7 8 9 و 10. عالیه. آروم میای پایین، شونهاتو بچرخون، ریلکس کن. فوق العاده است. بریم سمت دیگه. کشمو تنظیم میکنم برای زیر دستم، دستمو از روبروی شونم تنظیم میکنم. بچه ها ببینید، کشتون رو میخواین تنظیم کنید، دستتو روبروی شونت نگه دار، بعد اون قسمتی که زیر دست ثابتت هست رو تنظیم کن. بریم بچه ها، بدن صاف و کشیده، اگه میتونی پای زیری رو صاف کن، دم بازدم، 1 2 نفس، 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالیه. آروم میایم پایین، شونهاتو بچرخون، یه استراحت کوچیک. اگه آب نیاز داری یه ذره آب بخور، یه نفسی بگیرید. عالیه. خب چطوره بچه ها؟ تمرین خوبه؟ خوش میگذره؟ عالیه. امیدوارم که تمرین رو دوست داشته باشین بچه ها، لذتشو ببرین. اگر که دوست دارین، براتون مفیده، برای دوستاتون بفرستین، برای من دعا کنید، برای شادی روح مامانم دعا کنین. امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه و این تمرین‌ها هم براتون مفید باشه. عاشقتونم. عالی عالی. دستا بالا. برو که بریم. دم، کتف و شونه پایین. بچه خیلی مهمه شونه هاتون رو بالا ندین، شونه ها پایین بمونه. بریم بچه ها. دم بازدم، 1 نفس، 2 با کنترل برمیگرده، 3 اگه مشکل دست و گردن داری میتونی کش رو بیاری توی سینت، 4 5 6 دم
بازدم 7 بازدم 8 مرسی عزیزم 9 یه دونه دیگه بچه ها 10 عالیه. حالا بچه ها میخوام دوباره بریم توی حالت پلانک پهلو، کشمون رو بندازیم زیر دستمون و تنظیمش کنیم. ببینیم بچه ها من روی پهلوم قرار میگیرم، کشو روبروی شونم نگه داشتم. حالا از این طرف تنظیم میکنم که بلندی کشم چقدر باشه. بریم بچه ها. نفس دم بازدم 1 2 3 4 دم بازدم 5 6 نفس 7. سعی میکنم بچه خیلی با شونم بازی نکنم، دارم استخونه بازو رو تو مفصل شونه حرکت میدم، یعنی کتفمو هی عقب و جلو نمیکنم. عالیه. آروم بیایم پایین، بریم سمت دیگه. دست زیر شونه، شکم داخل، لگن رو بلند میکنی، دم بازدم 10 9 8 برگشت دستت با کنترل 7 6 5 4 3 2 و 1. عالیه. بیاین پایین، شونتو بچرخون، ریلکس کن و استراحت. خیلی خب، این کشو میذاریم کنار. بچه ها میخوایم رو پشتمون دراز بکشیم. میخوای دراز بکشی اول به پهلو، بعد میچرخی رو پشتت. فوق‌العاده است. خیلی خب بچه ها، اونایی که کمر دردید، کمر رو لگن تو حالت طبیعیه، آروم یه بار زانوی راست رو میاری توی سینه، یه بار زانوی چپ داری کمر رو لگن تو ثابت نگه میداری و با کنترل زانوی 90 درجه میاد توی سینه. اونایی که مشکل کمر ندارید، قرار پاهامون رو جابجا کنیم، اما قبلش شکم تو ببر تو، کمر تو بچسبون به زمین. حالا پاها میاد تو حالت صندلی، آروم پاها از کنار هم رد میشه. زانو درد نداری، پایی که دور میشه رو صاف کن. گردن درد نداری، سینه رول بالا، نگاه به زانوها، کمرت فلت، شکم تو، یه زانو خم یه زانو صاف. 1 2 دم بازدم 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالیه. پاهاتو بغل کن، سرتو بذار پایین، لگن تو تاپ بده سمت راست و چپ. یه استراحت کوچیک. خیلی خوبه. مرسی. خب حالا دستا کنار بدن، شکم کاملا داخل. میخوام کمرتو بچسبونی به زمین، پاهاتو بیاری تو حالت صندلی. اونایی که کمر دردین بچه ها، آروم با دستات پاتو بغل میکنی، کمرتو پخش زمین میکنی، دوباره شلش کن، پاتو بیار تو حالت صندلی. موقعی که پاها داره میاد تو حالت صندلی، اجازه نده کمرت از زمین جدا شه، خیلی آروم این کار رو انجام میدی. پس کمر چسبیده، پا تو حالت صندلی، با دستات پاتو میکشی تو شکمت. موقعی که داری شلش میکنی آروم شلش کن، پاهاتو ببر تو حالت صندلی. اونایی که آمادگی بدنیتون بیشتره، قدرت بدنی بیشتری دارید، میخوام پاهاتو تو حالت صندلی نگه داری، پاهات جفته، دستاتو به زمین فشار بده، آروم لگن رو از زمین بلند کن، دوباره بذار پایین. 1 2 دستامو دارم به زمین فشار میدم، پشت بازوهام کار میکنه. 3 4 دم بازدم 5 6 دم بازدم 7 دم بازدم 8 9 یه دونه دیگه، دم بازدم 10. عالیه. پاها رو زمین، با دستات یکم دایره بکش، زانوهاتو ببر سمت راست، ببر چپ، یه کوچولو ریلکس کنیم.
خیلی خوبه. حالا بچه ها میخوام پامونو صاف بیاریم بالا، دو طرف ساق پامونو بگیریم و بکشیم. اگه کمر درد میکنه زانو توی ذره شل کن، آروم ساق پاتو بگیر بکش. میخوام کشش پشت رانت آروم حس کنی. چیزی که برام مهمه بچه اینجوری دنبالچتون رو هوا نیارید، دنبالچت رو زمین نگه دار. گردن درد نداری، سر و سینه بالا، کمر درد نداری، پاها رو از کنار هم رد کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالیه. دست و پاهاتو بکش، بدنتو بکش، استراحت کن. خیلی خوبه. خب حالا بچرخیم رو شکم، روی شکممون قرار میگیریم. اگه گودی کمر داریم بچه حوله رو چنلا کنید و بذارید زیر شکمتون، دستا رو هم، پیشونی رو دستا، فاصله پاها تقریبا به عرض مد، کتفشون از گوش دوره. چیزی که مهمه برام اینه که بچه ها نذارید کمرتون گود بشه. کمر در، یه بار پای راست صاف میاد بالا، یه بار پای چپ، شکم دم حسابی نگه داشتی. اونایی که کمر درد نیستین جفت پا با هم، دم باز دم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و مرسی 10. یه مقدار لگن رو تاب میدیم سمت راست و چپ. استراحت و تمرین آخر. انگشتای اشاره رو به هم وصل کن و شستا به هم. یه لوزی روبروی صورتت درست میشه. بینی تقریبا وسط این لوزی، کتف و شونه ها از گوش دور. دم میگیری با بازدم. دستتو به زمین فشار بده، سینه‌تو بیار بالا. 1 2 دم بازدم. 3 4 دم بازدم. 5 6 دم بازدم. 7 8 9 و مرسی 10. عالیه. دستا رو به زمین فشار میدیم، میریم تو حالت شل استرچ یا همون سجده. یه استراحتی میکنیم. عالیه. خیلی خوب. رو پشتمون دراز بکشیم. فوق‌العاده بود. تمرین امروز. یه پاتو بغل کن، کمرتو پخش زمین کن، نفس عمیق بکش. بچه سعی کنید هم یوتیوب رو دنبال کنید، هم پیج اینستاگرام رو دنبال بکنید، بتونید از همه شرایطی که قرار میدم استفاده بکنید. پای چپ صاف، نفس عمیق. پیج پیلاتس، پیج اینستاگراممون هم مثل یوتیوب، پیلاتس بای MZF، همین رو سرچ بکنید. چه تو یوتیوب چه توی اینستاگرام میتونید منو دنبال کنید، تمرینا رو انجام بدین، از شرایط استفاده بکنید. پای راست صاف. بچه اگر که تمریناتتون رو دارید منظم انجام میدید، دنبال یک سیستم تغذیه خوب هستین، من قطعاً کوچینگ تغذیه رو بهتون پیشنهاد میدم. هر دو تا پاتو بغل کن، لگن رو تاب بده سمت راست و چپ. بچه کوچینگ تغذیه اینجوریه که وقتی شما ثبت نام میکنین، کوچای تغذیه ما بهتون پیام میدن، سیستم متابولیسمتون بررسی میشه، آنالیز میشه، متابولیسمتون اندازه گیری میشه و با توجه به شرایط شخصی شما بهتون گفته میشه که شما باید چطور برنامه تغذیه‌تون رو پیش ببرید که بتونید به هدفی که دارید برسید. چه کاهش وزن باشه، چه افزایش وزن باشه، چه ریبادی کامپوزیشن باشه که همون یعنی یه نفر هست وزنش خوبه اما میخواد ترکیب بدنیشو بهتر بکنه، این بهش میگیم ریبادی کامپوزیشن. میتونید این کارا رو انجام بدین. بهتون پیام میده هر هفته، بهتون میگه که چی کار باید بکنید، چند کالری غذا بخورید، چقدر پروتئین بخورید، برنامه تمرینیتون رو چطور تنظیم بکنید که به هدفتون برسید. بچه‌ها ما رژیم غذایی نمیدیم، ما کوچینگ تغذیه داریم، یعنی مربی تغذیه هستیم. این خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اولا
اینکه چی بخورین دست خودتونه، چون زندگی آدما سبک زندگیشون متفاوته و هر کسی ذائقه خاص خودشو داره. یا اون روز ممکنه یه سری مواد غذایی تو خونش نباشه، پس کوچینگ تغذیه بیشتر به کار شما میاد برای اینکه بتونید سبک زندگیتون رو تنظیم بکنید و یاد میگیرید که باید چی کار بکنید، نه صرفا یه رژیمی به شما داده بشه بعد خب بعد از اینکه این رژیم ها تموم شد چی. اما کوچینگ تغذیه به شما راه حل نشون میده، بهتون یاد میده که باید چی کار بکنید. پس من قطع به یقین کوچینگ تغذیه رو بهتون پیشنهاد میدم. اگه دوست دارید که این کار رو انجام بدین حتما توی دایرکت از من بپرسید که باید چیکار کنید، من راهنماییتون میکنم. دستتو روی پات سر بده، پهلوتو بکش، بدنتو بکش، نفس عمیق. عالیه. جهت رو عوض بکنیم. کشش. عالیه. هر دو تا پامونو به یک جهت میذاریم. سینه‌تو به ساق پات نزدیک کن، ساق پای جلویی، پای پشتی تو صاف کن و بکش. سعی کن قفسه سینه‌تو باز نگه داری. نفس عمیق. عالی. بریم سمت دیگه. پا به یک طرف، سینه‌مو به پام نزدیک میکنم، قفسه سینه‌مو سعی میکنم باز نگه دارم. عالیه. خیلی خوب. کف پاهاتو به هم وصل کن، زانوهاتو هل بده به سمت پایین، دستا از پشت رو زمینه، قفسه سینه‌تو باز کن، چونتو بکش بالا. عالی. پنجه پاهاتو با دستت بگیر، قفسه سینه رو هل میدی داخل. عالیه. خب پای چپت صاف، کف پای راستم رو از مت میذارم بیرون و تا جایی که میتونم لگنم رو زمین نگه دارم زانومو میارم پایین. بچه‌ها ممکنه برای بعضی اینجا باشه، اشکالی نداره، برای بعضی کامل میاد پایین. آروم آروم این کار رو انجام بدید بدون اینکه لگنت بلند شه. دم بازدم. عالیه. شونه ها ریلکس. خیلی خوبه. امیدوارم از این جلسه تمرینی هم لذت برده باشید. بچه‌ها با دوستاتون به اشتراک بذارید اونا هم بتونن استفاده بکنن و امیدوارم که تنتون همیشه سالم باشه، پر انرژی باشید. یه چیز حدود 250 کالری توی تمرین سوزوندیم و همین. روی ماهتون رو میبوسم. مواظب خودتون خیلی باشید. تمریناتتون منظم انجام بدین. بچه‌ها تمرینا رو روی یوتیوب راحت میتونید دنبال بکنید. آدرسش هم که پیلاتس بای MZF هست. آدرس سایتمون هم mzfsport.com هست. بچه‌ها روی سایت دوره‌های پیشرفته تری هست، فیوژن پیلاتس، پیلاتس با توپ بزرگ، تمرین ویژه کمردرد، اونایی که کمردرد زیادی دارن یا جراحی کردن و اینها براشون مناسب تره. و همین. امیدوارم که تندرست و شاد و موفق باشین. نوش جانتون. به خدای بزرگ میسپارمتون. فعلا.